انقدر میزنمت که جد آبادت بیاد جلو چشمت. یا پول منو میدی یا میری زندان. مردی که من با تو عربی حرف میزنم. بالفرض عربی هم حرف بزنی آقا، مگر شخصمند عربیم کم تکمیل است. ان دیکم من الهندی جمیل القد والشکلی. شخصمند یک عمر مشتری کوفه رستوران هایی بودم که بانوان نودیا و جمیله در اونجا ترقص عربی می نمودن. همچین چیزی نیست آقا. عربی شخصمند کل نفس ذائقة الموت سیداتی و سادات. قاطبه یه کاری نکنی که بگم اسی ابی در تو پوزتو داغ میکنه. اسی و ابی در این مورد شکر میل میکنن. برای اینکه اگر دک و پوز شخصمنده رو داغون کنن انگار دک و پوز خونه مفخم رو داغون کردن. دک و پوز ما هم چیزی ولش کنید بابا، ولش کنید، حق داره. شما میخواید با زور و کتک کاری این بیچاره رو به حرف بیارید، اونم لج میکنه بنده خدا نمیگه. بنده خدای تفلک بفرمایید. ببین عزیز من قاطبه 93 حرف حسابش اینه که از تو مبلغ 145,000 تومان طلب داره. خب حرف مفت زیاد الان هم آخه چک و سفته ها تو پشتشه. یا باید پولشو بدی عزیز من یا باید بری زندون. خلاصه میدهم خانم، میدهم. هر میگه میدهم. خیلی خوب بهتره که بده به من. ببین سرجم یک قلم در بست رستو حسینی در حضور خونم چقدر طلب؟ مگه مغزت معیوب من؟ مگه 100 دفعه بهت نگفتم 145,000 تومان. یا بده یا برو. نزولش چقدر است؟ نزول نمیخواد بدی. تو اصلشو بده، نزولش مال تو. آچ زینو بچسب، استونی پیش بده. دی شخص منده برای جیفه دنیا و مدیوت روزگار زیر بلیت فلک هم نمیشونم. حالا چه براسم با چوت 90 نزولش رو باید تو آخرین شوقی حساب کنی. خیلی نزولش هم بده. 150,000 تومان بده من برو. کم است. خانم شما فتوا بدهید بابت 145,000 تومان 5,000 تومان نزول کم نیست. تعارف نکن نوید جون، تعارف نکن. من و شما ندارد. تو آخرین دینار حساب کن، مقید نباش. هر چی دلت میخواد خودت حساب کن بده من. آره خود شخص من حساب بکنم. قبول دارم. وکیلم. وکیلی 170,000 تومان میدم خدمت. باریکالله. 160,000 تومان بابت اسب و فرد پول شما، 10,000 تومان هم بابت انعام این دو نفر نکبت. دست شما شلوغ بازی در میاد قاطبه. آقا بگذار ما داریم با ادبی با هم صحبت می‌کنیم. 170,000 تومان بده من برو. فیلم مجلس؟ همین الان نقد فیلم مجلس. نقدن. کوت آقا. کوت بده. کوت. قلم خودنویس طلا داریم بده بیرون. برای چی میخوای؟ کار دارم. خودنویس میخوای چی بنویسی؟ کار دارم. گفتم چی میخوای بنویسی؟ میخواهم یک فقره چک 170,000 تومانی نقد بدهم خدمتتون که انقدر خود رو وسته مجاف نکنید. حالا ملاحظه فرمودید خانم؟ واقعا هی بگید باش مثل بچه آدم رفتار کن و تو سرش نظر ببندیدشون. نادرست های تمام عالم شخص بنده الان 2 دقیقه پیش جوانی 5,000 تومان انعام دادم خدمت شما. نادرست حالا بگیرینش. آقا انعام نمیدهم. 160,000 تومان بیشتر نمیدهم. انعام که اجباری نیست مثل کافر است. خدا رو خوش نمیاد. انعام نمیدهم. قربانی همین الان تمام پول شما رو با نزولش داده. اجازه یه ذره کمتر اذیتش کنیم. انعامش ما دیدی آقا انگشت نانخامه‌ای دهان هر کسی گذاشتیم انگشت ما رو گاز گرفت. بابا مرد حسابی دارم میگویم یک فقره چک عین هو دستگل تقدیم حضورت میکنم. تربیت خانوادگی نداری دیگه. دستگل ببر بذار سر قبر اموات. درد بالای اموات شخص بنده بخورد به میان ملاجع اموات شما. نادرست تمام عالم از من اموات به زبان میآورین. نادرست تمام عالم چرا به اموات شهید بنده بوز میگهی؟ خانم ملاحظه فرمودی به اموات شهید بنده اومده نام مادر بر زبان میآوری. این اداها رو از خود در نیار قاطبه.
یا پول منو بده یا برو زندان. میفهمی؟ میدهم خیلی آقا. خوب. یالا همین الان تصمیم میگیری. میدهم آقا. ولی چک ازت قبول نمیکنم. برای که میخوام یه چیزی از تو بپرسم. آخه کیه که تو این شهر بیاد چک تو رو بگیری به من پول بده؟ 170,000 تومن بگیره 17 میلیون تومانی به من بده. والا چه میدونم تو این دور زمونه انقدر این بانک ها چک دادن دست این یکی و اون یکی که تا اسم چک میاد 4 ستون بدن آدم میلرزه. بله خانم، بله این درست است برای اینکه ما اصولا چک داریم تو چک. بله آقای قاطبی همطور که خودشون میگن ما اصولا چک داریم تو. آره